مبارک، ما ناگهان به این دنیا آمدیم، نه از روی میل خود اما مجبور شدیم از قوانین این دنیا پیروی کنیم. ما بزرگ میشویم، به مدرسه می رویم، در رشته‌های تحصیل می کنیم، مدرک دکترا می گیریم یا شغلی پیدا می کنیم و زندگی همینطور ادامه پیدا می کند. اما اکنون من در یک هواپیما هستم و چون نمیتوانم بخوابم فیلم تماشا میکنم، در میان تمام چیزهایی که به من استرس میدهند گاهی فراموش میکنم که حیات در خارج از زمین چقدر شگفتانگیز و خارق‌العاده است. از پنجره به بیرون نگاه میکنم و صدها نقطه کوچک نورانی را میبینم که در آسمان شب پراکنده شدند. در آن لحظه با خود فکر میکنم آیا زندگی انسان واقعا فقط درس خواندن و پول در آوردن است؟ چرا ما نمیتوانیم همین حالا از زندگی لذت ببریم؟ آن دنیاهای دور دست و اسرارآمیز چه شکلی هستند من نمیدانم،